کمیته اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که بر اثر سنگریزی در منطقه یزغلوم نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان 3 کارمند کمیته اولتوی فوق‌العاده، وزارت کارهای داخله و وزارت نقلیات زخمی شده. ترمه در دهه پشهر جماعت دیوت پورش نویه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان یک خانه را پره و خانه دیگر را قسما خراب کرده است. همچنین گزارش می شود که سیل یک سده 40 متره را در نویه واسه شسته است. بارش پرشدت باران در قلمرو کشور و گرم شدن دمای هوا در روزهای آخر همان خطرهای لغزش ترمه و آمدن سیل و ریزش سنگ را باقی گذاشته است. خطر بیشتر در راههای ونج خوروغ اشکاشم، خوروغ مرغوب و دوشنبه عینی است می شود. چنانچه شبانه روز گذشته در حدود نویه روشان، شغنان، اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان و نویه ورزوب 3 حالت فرآمدن ترمه و آمدن سیل، اینچنین 2 حالت ریزش سنگ به قید گرفته شده است. بر اثر لغزش ترمه در قلمرو دیوت پشهر جماعت دیوت پورش نویه شغنان یک خانه پره و یک خانه قسما خراب شده است. این حادثه تلفات جانی نداشت. برای معاین کردن میزان ضرر رسیده کمیسیون اولتوی فوق‌العاده ولایت در جای حادثه فعالیت دارد. بر اثر ریزش سنگ در کیلومتر 449 شورای دوشنبه ونج خوروغ که از جماعت دیوت یزغلوم نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان عبور میکند، 3 کارمند شعبه نویوی کمیته اولتوی فوق‌العاده، وزارت کارهای داخلی و وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان زخمی شدند. در عین زمان این 3 نفر در بیمارخانه نویوی بستری شدند و کارهای پاکسازی راه از سنگ و سنگریزی ادامه دارد. همچنین در کیلومتر 223 شورای دوشنبه لخش در نزدیکی شهرک آبچک جماعت دیوت پلدون نویه لخش ریزش سنگ به قید گرفته شده است. در این حادثه کسی ضرر ندیده است. پیامدهای سنگریزی برطرف شده، حرکت ماشینا اثر گرفته شد. 16 مارس سال 2022 در کیلومتر 354 شورای درواز خوروغ آمدن سیل باعث بسته شدن راه گردید. با جد و جهد کارکنان وزارت نقلیات جمهوری راه تازه و حرکت نقلیات برقرار کرده شد. در دهات زرافشان و سفیداران جماعت دیوت زرافشان نویه تاجیک‌آباد بر اثر باران شدید سیل و خطر زیر آب ماندن زمین‌های کشت و زمین‌های نزد ابلکی پیش آمده است. برای پیشگیری کردن حالت به عمل آمده، ستاد نویوی حالت فوق‌العاده در جای حادثه فعالیت دارد. 16 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 13:35 دقیقه به وقت محلی در کیلومتر 67 راه دوشنبه ورزوب لغزش ترمه به قید گرفته شد. برای تازه کردن راه به خدمات راه ERS تکنیک مخصوص جدا کرد و این قطعه راه از برف تازه کرده شد. بنا به گزارش دفتر مطبوعات شرکت IRS چند لحظه پیش حرکت ماشینا به 2 سمت اجازه داده شد. صبح 7 مارس سال روان از بسته بودن راه دوشنبه خوجند، قلعه خم، ونج، خوروغ، روشان، برتنگ خبر داده میشد، اما اخیرا راه به سمت خوجند و از خوجند به دوشنبه باز شد. باز هم کمیته اولتوی فوق‌العاده از اهالی خواهش میکند که در چنین روزهایی که خوف و خطر ترمه و سیل و آبخیزی وجود دارد از سفرهای بی ضرورت خودداری نمایند.